به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی. درس 24 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. خب ما و شما رسیدیم به حرف خ. الفبای زبان روسی حرف خ. خلب خب خلب نان. холодильник یخدان یا خنک. خرما به زبان تاجیکی خرما معلوماتی عمیق ندارم که کلمه خرما از زبان تاجیکی به زبان روسی گذشته است یا از روسی به تاجیکی. خلاص همین میوه را در زبان روسی خرما میگویند و این در زبان تاجیکی خرما است. خب این بود درس 24. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.